شما به وسیله قدرت تفکر و بعد انرژیتان می توانید به آنچه که دوست دارید دست یابید. ما در این کانال دوره‌هایی را برگزار می کنیم که شما را به خواسته هایتان برساند. در این دوره‌ها به شما اطلاعات و تمارین داده می شود تا این قوانین جهان را در زندگی خود تجربه کنید. همه ما یک کیمیاگر هستیم. به آگاهی سلام کنید. به نام خالق جهان هستی. سلام خدمت همراهان عزیز همیشگی کانال کیمیاگران آگاهی. ما در این جلسه قراره به این بپردازیم که اول باید احساسمون خوب باشه تا زندگیمون خوب بشه و به خواسته هامون برسیم، یا اول باید به خواسته هامون برسیم تا احساسمون خوب بشه. قبل از اینکه این مبحث رو شروع کنیم ممنون میشم با لایک ها و کامنت هاتون باعث انتشار این آگاهی بشید. اگر هم دوست داشتید برای دوستان خودتون این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا به جمع خانواده کیمیاگران آگاهی بپیوندند. وقت رو از دست نمیدیم، میریم سر اصل مطلب. شما اگر زندگی خودتون و اطرافیانتون رو یه نگاهی بندازید، میبینید که افرادی که زندگی خوبی دارن، از شرایط راضی هستن، احساس خوبی دارن. افرادی هم که از زندگیشون لذت نمیبرن همیشه احساس بدی دارن. افرادی که یک دفعه ورشکست میکنن یا رابطه‌ای رو از دست میدن یا به هر حال یه اتفاقی براشون رخ میده که بار احساسی منفی داره، اگر به قبل از اون اتفاق بد روشون زوم بشید یا خودتون زوم کنید، اگه همچین اتفاقی براتون افتاده، یه حس بدی داشتین. یه ضرب المثل داریم میگه از هر چی بترسی سرت میاد. تو این ضرب المثل ساده میبینیم که اول یه بار احساسی وجود داره به نام ترس، بعد اتفاق رخ میده. تا حالا چقدر توی زندگیمون این رو تجربه کردیم؟ از هر چی بدمون اومده سرمون اومده. توی بحث مالی و سلامتی هم از خودتون سوال بپرسید. آیا قبل از اتفاق بد احساس بدی داشتید؟ اگر جواب شما بله هست، باید بهتون بگم تا زمانی که احساس خوب نداشته باشید اتفاقات خوب رخ نمیده. در طول تاریخ بازیگرها، ورزشکارها، فوتبالیستها افراد مشهوری بودند که به یک موفقیتی رسیدند و تو حرفاشون اگر ریز بشید توجه کنید، وقتی یک رویایی داشتن قبلی که مثلا به اون موفقیت برسن و بهش فکر میکردن، احساس خوب کل وجودشون رو میگرفته، حتی اگر در اون دوران زندگیشون زندگی خوبی نبوده. مثل کی؟ رونالدو، اوپرا، جیم کری. اینها وقتی میشستن به رویاهاشون فکر میکردن و توی رویاهاشون غرق میشدن، از اون افکار لذت میبردن و ارتعاش خواستشون رو ارسال میکردن و از طریق ویژگی هایی که خدا درون هر شخصی گذاشته، که به قول مولانا میگه هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن در دلش انداختن، وارد مسیرهایی میشه که به خواستش برسه. ما الان کلی مهندس خلاق داریم، کلی افراد با استعداد داریم، افرادی که ضریب هوشی بالایی دارن. چند تاشون رو میشناسید که موفق نشدن؟ برید با همینها صحبت کنید. همه اینها اکثرانشون دنبال مقصر میگردن که باعث بدبختی زندگیشون شده، مثل حالا پدر، مادر، مدرسه، استاد دانشگاه، دولت، حکومت. من شخصی رو میشناسم سواد نداره، در حدی که بلد نیست یه کارت به کارت ساده بکنه. توی بچگیاش هم شنیدم که حالا کفش نداشته با دوستاش بره بازی کنه، وقتی میرفته با پای برهنه میرفته، ولی الان روزی 200 میلیون تومان گردش حساب داره، 15-16 نفر فروشنده داره. من یه آدرس، یه اسم شهر بگم 70% خانوم ها و دختران اون شهر میفهمن من کی رو میگم. نمیخوام بگمم 200 میلیون گردش حساب خیلی خفنه، منظورم به این نیست.
میخوام بگم تحصیلات شما هم مبنی بر موفقیت شما نیست. درس خوندن خوبه، دکتر شدن، مهندس شدن خیلی عالیه، ولی یه فروشگاه زنجیره‌ای هست تو ایران، اسم اون رو هم نمیبرم. اگر شما برید از پرسنلش بپرسید که تحصیلاتتون چیه، یکیشون میگه لیسانسه، یکیشون میگه فوق لیسانسه، بعد شاید بگید خب دولت، حکومت، فلان بیسان، پس اونایی که تو همین شرایط پول در میارن چی؟ روابط عاطفی که ربطی به حکومت نداره. چرا بعضیا رابطه خوبی دارن، بعضیا رابطه افتضاحی دارن؟ حالا بماند هم که حکومت هر کشوری هم نتیجه ارتعاش مردم همون کشوره. توی مبحث شرک و توکل همه این موضوعات براتون روشن میشه، ولی خب ما فعلا داریم در رابطه با احساسات صحبت میکنیم. از بحث خارج نشیم. خیلی ها ثروت میخوان. یکی وقتی داره به این موضوع توجه میکنه حسش بد میشه، یکی احساسش خوب میشه. کدوم به ثروت میرسه؟ اون که حسش خوبه. تو این دنیا هر چیزی که وجود داره دو وجه داره، یه روش بودنه، یه روش نبودنه، یه روش شدنه، یه روش نشدنه. یه رابطه عاشقانه تو خیابون میبینید، ناراحت میشید، حستون بد میشه، ارتعاش نبود رو میدید، نشد رو میدید. اگر احساست خوب بشه و لذت ببری، ارتعاش عاشقانه رو به جهان هستی ارسال میکنی. پس ما باید رو احساساتمون حسابی کار کنیم. قرار کلی شفاف سازی بشه تو جلسات آینده. این احساس ها هست که سرنوشت ما رو رقم میزنن. کلی هم تمرین جذب قراره بدیم. لطفا اگر تازه وارد کانال شدید ویدیوها رو به ترتیب ببینید تا متوجه تمامی مبحث ها بشید. ممنون میشم که با لایک هاتون و کامنت هاتون هم باعث انتشار این آگاهی میشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.